پس از تمدید یک جانبه مذاکرات تهران و واشنگتن از سوی ترامپ و احتمال از سرگیری دور دوم مذاکرات میان ایران و امریکا، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و از اعضای کلیدی هیئت مذاکره کننده این کشور به پاکستان سفر کرد. عراقچی در بعد ورود از سوی اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، عاصم منیر رئیس ستاد ارتش و شماری از مقامهای ارشد این کشور استقبال شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که هیچ دیدار بین ایران و امریکا برنامه‌ریزی نشده و مواضع تهران از طریق طرف پاکستانی به واشنگتن منتقل می شود. عباس عراقچی در این سفر با مقام‌های عالی رتبه پاکستان درباره تلاش‌های میانجیگرانه برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه گفتگو خواهد کرد. هیچ دیداری بین ایران و امریکا برنامه‌ریزی نشده است. نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران قصد دارد پیشنهادی را ارائه کند که هدف آن برآورد کردن خواسته‌های امریکاست. او به خبرگزاری رویترز جزئیات این پیشنهاد را ارائه نکرد، اما تاکید کرده که هر گونه توافق باید شامل توقف غنیسازی اورانیوم از سوی ایران و آزادسازی تردد نفت در تنگه هرمز باشد. در همین حال کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید همزمان با سفر عباس عراقچی به اسلام آباد اعلام کرده که یک هیئت آمریکایی به رهبری استیو ویتکاف و جارد کوشنر روز شنبه عازم پاکستان خواهد شد. می توانم تایید کنم که استیو ویتکاف و جارد کوشنر روز شنبه دوباره برای شرکت در مذاکرات به پاکستان خواهند رفت. این را رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد. ایرانی ها همانطور که پوتین از آنها خواسته بود با ما تماس گرفتند و خواستار این گفتگوی حضوری شدند. با این همه منابع از قول مقامات آمریکایی اعلام کردند که در صورت پیشرفت مذاکرات با تهران، جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا آماده سفر به پاکستان است. گفته می شود که وانس به دلیل غیبت محمد باقر قالباف به اسلام آباد سفر نکرده. ایران و ایالات متحده در 11 ماه اپریل در اسلام آباد گفتگو کردند. قالباف رهبری هیئت ایرانی و وانس رهبری هیئت آمریکایی را بر عهده داشتند. تهران و واشنگتن پس از برگزاری مذاکرات تایید کردند که به دلیل موجودیت برخی اختلافات نتوانستند به توافق برای حل و فصل بلند مدت این درگیری‌ها دست یابند. همکنون همه نگاه‌ها به دور دوم گفتگوها میان ایران و امریکا دوخته شده. پرسش اصلی این است که آیا دو طرف در مسیر صلح پایدار گام